قراره با این کشتی غول‌پیکر تنها در 80 سال به لبه کهکشانمون برسیم. لبه‌ای که 30,000 سال نوری فاصله داره. اما چطور؟ طبیعتاً سرعت اولیه کشتی باید کم باشه و کم کم شتاب بگیره چون بزرگ و سنگینه. پس از یک هفته این فضاپیما به نپتون میرسه و ازش عبور میکنه. سرعت فضاپیما رفته رفته زیادتر میشه. 2 سال دیگه میگذره و سرعت فضاپیما به نصف سرعت نور میرسه و از سامانه خورشیدی دور میشه. 2 سال بعد سرعت اون به 90% سرعت نور میرسه و از کنار آلفا سنتوری نزدیکترین سامانه ستاره‌ای به ما عبور میکنه. حالا حدود 45 تریلیون کیلومتر از زمین فاصله داره و تنها 4 سال از زمان آغاز پرواز گذشته. به نظرتون یکم زود به این فاصله نرسیده؟ خب دلیلش کندی زمان در سرعت‌های بالاست. در حال حاضر به ازای هر ساعت در فضاپیما بیش از 2 ساعت در زمین سپری میشه. ولی این پایان کار نیست. 2 سال دیگه سپری میشه و سرعت فضاپیما به 99.98% سرعت نور میرسه. در این سرعت به ازای هر هفته در فضاپیما 1 سال در زمین سپری میشه. این کشتی حالا واقعا به آینده پرواز میکنه. کاهش سرعت زمان باعث میشه در زمانی کمتر به فواصل طولانی تری برسیم. پس در این صورت میتونیم مسافت‌های خارق‌العاده‌ای رو در طول حیات انسان طی کنیم و سفر به لبه کهکشان با فاصله 30,000 سال نوری فقط 80 سال زمان خواهد برد.